موضوع امروزه ما چنین عنوان گرفته است روزی با برکات کدام است؟ از آن حساب کمبغل هستم که فرزندان زیاد دارم و آنها را خوانده نمیتوانم. بدنفسی میکنند و بعداً به این گونه راه‌ها دست میزنند که این البته روزی حلال حسابیده نمیشود. در کدام حالت ریسک ما زیاد میشود؟ ریسک انسان تنگ میشد همان وقتی که انسان آغشته نوعهای گناه باشد. زن به اجازه شوهر یگان حتی یک خسی خانه را باید به کس ندهد. یگان خیل در کوچه ها پول نیست مثلا که آدم رفته گیرد. یکی بود که درآمد را همسایه گفت وقتی دراک شدم در دست طبق آش بود. اگر پدر و مادر از همو فرزندا از همو اهلشان راضی باشد و خانه و برکه می‌دارد. اگر انسان از خودش بلندتر انسان‌ها به نظر کند اگر همین صفتی ناشکری پیدا میشد انسان. ولی فرزندای دعا میکنند الا امروز قش کدیت گفته. انمی فرزندای عمدگی همش بریس عمدگی باشد.